با پول اختلاس‌های سال 74 تا 1402 چه کارایی میشد کرد؟ مجموع این اختلاس‌ها با سود ارزیشون میشد 88 میلیارد دلار که میشه باهاشون 64 تا استادیوم سانتیاگو برنابئو ساخت که مجموع سود سالانش فقط 7 میلیارد دلار میشده تا به الان. یا 15 تا باشگاه خفن دنیا رو خرید. 13000 کیلومتر راه آهنی ساخت که زیرساخت قطار 300 کیلومتر بر ساعته. یا 1,470,000 کیلومتر جاده سازی کرد. با بخش کوچکیش میشد همه این بازیکن‌ها رو خرید. میشد 1 یا 2 تا کمپانی خودروسازی پیشرو دنیا رو داشته باشیم. یا 32% کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس رو بخریم. 1069 تا F35، 1765 تا سوخو 57 یا 18 تا ناو هواپیمابر داشته باشیم. میشد 98 تا کشتی کروز تفریحی داشت که کلی سودآوری میکرد. یا 8 تا کارخونه لامبورگینی. البته فقط یک کارخونه فراری بهمون میدادن. 150,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی یا 15 میلیون کاوا نیروگاه بادی. 150,000 متر مربع فضای سبز و کلی پاکسازی هوا. میشد 1176 تا بیمارستان تخصصی و یا 5 میلیون واحد مسکونی ساخت. البته 882 تا کارخونه چای به جای واردات دبش.